همه چیز از یک روز معمولی شروع شد. 5 شهریور 404. داشتم مثل همیشه محتوا می دیدم. تحلیل می کردم. بررسی می کردم که آدم‌ها چطوری وارد این فضا میشن. چطور رشد میکنن. چطور میتونن اینجا درآمد بسازن. مسیر بسازن و مهمتر از همه اثر بذارن. و هر بار که یک نفر از شروع سختش حرف میزد، ته ذهنم یک چیزی میگفت. خب منم یه روزی شروع میکنم. فقط بذار کاملتر شم. مدتها فقط نگاه میکردم. برنامه میریختم. ایده مینوشتم. ولی اقدام نه. آخه یه صدای پنهان همیشه به هم میگفت از اول باید بهترین باشم. همه چیز باید درست باشه. اصلا باید کامل باشم. اگه این جمله ها برات آشنان پس تو هم احتمالاً همین جای مسیری. بحث بی انگیزه و بی هدف بودن نیستا. یه چیزی بدتر از اون. کسی که میدونه باید شروع کنه حتی چطور شروع کنه ولی از نظر خودش هنوز کامل نشده. راستش این گیره از تنبلی نبود. از ترس بعد شروع کردن بود. از اینکه اولین ویدیو، اولین قدم نتونه نماینده اون چیزی باشه که تو ذهنم ساختم. واقعیت اینه متوجه شدم گاهی ما نه از شکست، از نسخه متوسط خودمون میترسیم. بعد از کلی کلنجار رفتم با خودم بالاخره اولین ویدیو رو آپلود کردم. نه به خاطر انگیزه و انرژی ناگهانی، به خاطر خستگی از نگه داشتن ایده ها پشت ذهنم. نمیگم با این تصمیم همه چیز در لحظه عوض میشه و حتی نمیگم مسیرش آسونه. ولی از این شروع نکردنه یه چیزی فهمیدم. ایده ها تو ذهن خیلی قشنگن تا وقتی که اسیرن. وقتی منتشرشون میکنی ممکنه خام باشن ولی حداقل واقعی میشن. چرا این حرفا رو میزنم؟ برای اینکه هر کدوم از حسای منو تجربه کردی بدونی کجای مسیرت وایسادی و مهمتر از همه متوجه بشی که فقط تو مسیر بودن است که ایده های قشنگ تو به نمایش میذاره. اگه الان داری این ویدیو رو میبینی یعنی بالاخره قدم اولم برداشته شد و این ویدیو آپلود شده. هر لایک و کامنتتون کمک میکنه این مسیر دیده بشه. شاید برای شما یه لحظه ساده باشه ولی برای من یعنی یه نفر اون طرف صفحه هست که این تلاش رو میبینه. اگه ایده یا موضوعی برای قسمت بعد داری خیلی خوشحال میشم بهم بگی. ممکنه همون ایده تبدیل بشه به قسمت بعدی این مسیر. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی و یادت نره این تازه شروعشه.